آجر چجوری درست میشه؟ خاکو از معدن میارن، آخوره میکنن، بعد از چند ساعت که خیس میخوره اینجوری میشه. بعد که گل میشه اینجوری با پیل میذارنش کنار. حالا روی گل پلاستیک میکشن و میذارن چند ساعت بمونه. گلو میارن اینجا اینجوری میخوابونه و دیگه تبدیل به خشت میشه. به این مرحله میگم واکوم یا فرم دادن به خشت. خشتا رو که این شکلی فرم دارن میارن اینجا میچینن. رو که پر از خشت شد مشعل رو روشن میکنن و خشتا کم کم تبدیل میشه به آجر. خشت خام پختش تموم شده و شده این آجره. از اونجا میاد بیرون و اینجا آماده میشه برای بارگیری.